یک نفر مرا گفت که شیخ الاسلام مجسمه است. ما چرا گفتی جسم قائل است؟ ما گفتم اگر او جسمیت قائل شده باشه تو یک دفعه میگی کافر است، من 10 دفعه میگم کافر است. خلاص بگو دیگه. خود تو خود رقم نیستی. خب من گفتم چرا ما را بسته میکنی که ما او رقم نیستیم؟ گرچه این گپ در شان از او قطعا تهمت است، در یک کتابش پیدا کرده نمیتونی. شما از دروغ از خود ساختی مردم نامبد میکنی. او چرا نامبد میکنه؟ کتابایی که انسان بیدار میسازه، واقعا به دین آشنا میسازه. در این روزی طور عالمی نیست که در یک موضوع بحث بکنه و بدون کتاب شیخ الاسلام و ابن قیم شاگردایش ابن جوزی ابن کثیر بگویه کتاب خود در پای تکمیل برسانه. نمیتونه. الله امو قدر شرف علم، امو قدر وسعت علم برش نصیب کرده بود، اما امروز در جامعه ما بگویه نعوذ بالله لعنت برش گفته میشه. ما در موبایل دارم اینم اینجا یک ملا شیخ البانی رحمه الله، کسی که در عصر جدید بزرگترین خدمت در سنتی کی کرده؟ رسول الله در حدیث رسول الله کرده. او میگه او کافر است. چرا کافر است؟ میگه حدیث پیغمبر باطل میگه. یک قدر بیعقل است که نمیفهمه که حدیث باطل نمیگه، سندی حدیث چیست؟ بگوی باطل است، اصل نداره. چرا؟ به خاطر که راویش اینطور است و ایره شیخ البانی نمیگه. شیخ البانی قدرت نداره که یک حدیث موضوع بکشه یکیش اصلا صحیح بکشه. شیخ البانی نظر به قواعد و ضوابطی که علمای قبلی در نقل حدیث مانده مطابق همو قواعد و نمو علما کدام فیصله در کدام سند حدیث کی کرده او را ای بری تو پیش کرده، یکا راویا را سر تحقیق میشه و بعد از او برات معرفی میکنه که اینی راوی در این سند چی است؟ بگوی ضعیف. پس حدیثی که توسط از این نقل میشه چی است؟ اینی راوی در اینجا کاذب است یا متهم به کذب است، پس حدیثی که توسط از این روایت میشه چیست؟ موضوع است. اینی طور است. خوی بیچاره نمیفهمه اونا میگه نعوذ بالله شیخ البانی خنزیر میگه نعوذ بالله. ببینه اینطور حالت است. یا باز میگه بیادب شماستی، شما بیادبی مردم ببینی که اون بیادبی که باز براتون واضح شود. و مصدقا لما بین یدی